سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. داستان ورود کامپیوتر به هر خونه ای میتونه داستان جالبی باشه. شاید هم خیلی از این اوقات و از این اتفاق گذشته باشه. به هر صورت من یک داستانکی اینجا آوردم. من عمار پورصادقم، اینجا رادیو فیکشنه. اسم داستانمون هست یک روز بی آپشن. پدر وقتی کامپیوتر خرید مثل معلم ها آمد بالا سرش تا ما درست استفاده کنیم. گفت این را قسطی خریدم و اگر درست استفاده نکنیم خیلی راحت پسش میدهم. گفتم یعنی چطوری؟ پدر گفت یعنی اینکه باید ازش استفاده مفید ببریم. خواهرم گفت خب ما هر کار با کامپیوتر بکنیم مفیده. ولی پدر طوری نگاه کرد که انگار مفید نبود. بعد گفت اول اینکه باید فتوشاپ یاد بگیریم. بعد ازتون امتحان میگیرم. امتحان هم اینه که یه عکس بهتون میدم که سیاه و سفیده و باید رنگی بشه. کار ما در آمده بود. مادر گاهی می آمد و از من و خواهرم ماری شیمل میخواست که جزوه های دانشگاهش را تایپ کنیم. من ولی هر چقدر به ذهنم فشار آوردم و از این و آن پرسیدم که چطوری عکس سیاه و سفید را رنگی کنم نشد. اینطوری بود که مجبور شدم از نادر پسرعمویم که سالها باهاشان رفت آمد نداشتیم فتوشاپ یاد بگیرم. اما نادر مدتها مرا پشت دخت میگذاشت تا اینکه خودش برود به کارهایش برسد. البته گاهی دلش میسوخت و میگفت گوشی گوشی ببین ارمیا جان، کنترل تی رو بگیر، حالا باش بازی کن. بعد به صحبت با مشتری و یا دوستش یا هر چی به ما چه ادامه میداد. نادر توی تلفن میگفت چشمات خیلی مهربونه. من حواسم پرت میشد و فقط یاد گرفته بودم 1000 تا کنترل زد میزدم تا برگردد به عقب. شاید هم خجالت میکشیدم از اینکه خرابکاری کرده بودم. مشتری هم تند و تند از در مغازه میآمد تو. پدر خودش شبها میآمد خانه و انگار افلاطون وسط حال خانه باشد زنگ میزد به دوستاش، به کسانی که شاید محل سگ هم بهش نمیگذاشتن، حتی برنج فروشی که سالی یک بار ازش برنج میخرید. شاید او استفاده مفید از کامپیوتر را بلد بود. آقای مهدی زاده، حال شما؟ ببینین واقعیت اینه که ما کامپیوتر خریدیم، پسرم میخواد ازش مفید استفاده کنه. ماری شیمل هم میرفت یک نیشگون ریز طوری که رابطه پدر دختری را زیر سوال نبرد از پدر میگرفت. پدر میگفت البته دخترم هم هست، دانشجوی محیط زیسته. این صدای دانشجوی محیط زیست انگار پخش میشد توی یک غار تالاری بزرگ و اکوی ضعیفی پیدا میکرد به حدی که نمیشنیدیم. طرف انگار همرزم پدر بود ولی تیر خورده بود، به زور حرف میزد، با صدای ضعیفی میگفت آقا شما ادامه بده، نگران من نباش. مهدیزاده گفت خب برای حفظ امنیت محیط زیست باید فکر رو تقویت کرد. شطرنج نصب کنید. مهدیزاده طوری خلاص شده بود که انگار آهویی از دست مار بوها در رفته بود. آهو قصد داشت از محیطبان‌هایی که با سنگ و کلوخ و شاخ و برگ غذای مار بیچاره را کوفتش کرده بودند تشکر کند. شطرنج خریداری و نصب شد، ولی پدر انقدر باهاش مشغول شد که اصلا وقت به هیچ کس دیگری هم نرسید. در ضمن خواهرم اهل لشکرکشی و جنگ نبود. ترجیح میداد هر دفعه با اسب یا با فیل بازی کند. اینجور بازی برنده نداشت، ولی از لحاظ آلودگی و آلاینده های فسیلی بسیار کم خطر، کم ریسک و کم رفت آمد بود. بهش گفتم ماری تو اصلا شطرنج نمیفهمی، باید بری همین عروسک بازی کنی. ماری گفت تو بلدی که به جا کنکور نشستی روزی 1000 نفر رو لایک میکنی تا بالاخره یکی بهت محل کنه. مامان فقط میخواست ما نرم افزار گیاهان دارویی را یه گوشه نصب داشته باشیم. البته عکس‌های موبایلش هم بود، ولی هر بار که با من حرفش میشد میرفتم آیکونش را میانداختم توی ریسایکل بین. به همین سادگی فایل‌های عکسش را هم میکردم توی همدیگر. آخر او 1000 تا عکس از یک مهمانی داشت و واقعا جای ما را تنگ کرده بود. بعد همین که میآمد یقه‌ام را میگرفت دوباره برمیگرداندم سر جایش. مرض رفت و برگشت داشتم. بالاخره روز امتحان فرا رسید. از دست نادر خلاص شده بودم. گیر داده بود بیاید خانه ما کامپیوتر را کانفیگ کند، ولی معلوم نبود با کامپیوتر ما چه کاری داشت. با خودم گفتم همان بهتر که رفت آمد نداریم. پدر ما را نشان تا امتحان بگیرد. یک عکس قهوه‌ای و سفید آورد گذاشت جلویمان تا با موبایل عکسش را بگیریم و بندازیم توی کامپیوتر. بعد رنگیش کنیم. ریز و درشت شاگردهای دبستانشان بودند که چیزی برای رنگین شدن نداشتند. خاطره هر کدامشان را 1000 بار گفته بود. باید از این مرحله رد می شدیم تا سوژه خاطرات عوض شود.
ماری شیمل شروع کرد به خودشیرینی. بابا جونم این کیه؟ اون کیه؟ کار به درستی انجام شد. انگار بچه‌های قدیمی که الان شاید نوه هم داشتن جان گرفته بودن و همین حالا بود که از قاب بیرون بریزن. مأموریت بعدی با جناب کامپیوتر تایپ 32 صفحه از کتاب جنگل شناسی خواهرم بود. ماری شیمل با یک انگشت و لاک‌پشتی مشغول تایپ شد. حوصله‌ام سر رفته بود. وقتی ماری خسته شد، پدر ازش خواست فرمان را دوباره به من بدهد. بعد امر کرد کتابی که از کتابخانه آورده بود شروع به تایپ کنم. انسان موجودی ناشناخته، نوشته الکسیس کارل که بارها تجدید چاپ شده بود. این کتاب توی هر کتابخانه‌ای موجود. من مثل برق تایپم را انجام دادم. چون حتی نیمه‌های شب هم یواشکی کامپیوتر را روشن می‌کردم و مثل خوره‌ها تایپ می‌کردم. هر چیزی، حتی لیست خرید و یا جزوه‌های دانشگاه مادر. تا پدر از اتاق میرفت بیرون، ماری شیمل گفت حالا که اینقدر دوست داری بی زحمت جزوه‌های منم تایپ کن. وقتی داشت از اتاق میرفت بیرون گفت حالم از کامپیوتر به هم خورد. من هم انگار به بت بزرگ توهین شده باشد گفتم من از وقتی تو با کامپیوتر کار کردی بیشتر حالم به هم خورد. این بیچاره که گناهی نداره. ماری شیمل هم عصبانی شد و آمد گفت اصلا خودم همین حالا تایپش میکنم. بعد نشست جای من. شروع کرد دو دستی ادای تایپ کردن را درآوردن. اما هیچ چیز مفهوم نبود. خرچنگ قورباغه‌ای بود از حروف‌های مختلف. من هم سعی کردم دستش را بکشم ولی موفق نشدم. او هم صفحه را بست. بعد شروع کرد به پاک کردن فایل‌ها، فیلم‌ها، عکس‌ها، جزوه‌های مادر، هر چیزی که توی آن مدت در سیلوی کامپیوتر انبار کرده بودیم. به ضرب و زور نشد جلوی کارش را بگیرم. برای همین رفتم و سیم کامپیوتر را کشیدم که مادر آمد تو. یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ این جواب زحمت‌های پدرتونه؟ جوابی نداشتیم. برای همین از آن روز به مدت یک شبانه روز از آن اتاق اخراج شدیم. تنها سنگری که مانده بود توی هال و جلوی تلویزیون بود. اما از پشت پنجره مادر را تماشا می‌کردیم. سیم برق کامپیوتر را وصل کرد و هرچه تلاش کرد کامی روشن نشد. آن روز اصر نمی‌گذشت. باران نمی‌بارید و من به خصوص بغض نواریده هوا را فرو می‌دادم که پدر آمد. ماجرا گفته شد. او هم گفت باشه. اصری میبرمش ببینم چه شده. ماری شیمل گفت پیش کی؟ پدر خیلی قاطع گفت پیش نادر. ماری شیمل گفت مردک هیز. یه آدم دیگه نداریم که کامی رو ببریم اونجا؟ پدر چیزی نگفت. اصلا انگار نه انگار. عادت داشت نهارش را وقت قبل از شام ولی توی خانه میخورد. برای همین من که زیر لحاف بودم با صدای به هم کوبیدن قاشق و چنگال به خواب رفتم. بعد با صدای جیغ خواهرم از خواب بیدار شدم. دیدم همه توی اتاق اسباب بازی جمع شدن. پدر داشت توضیح میداد. ویندوز یه سطل آشغال داره. هر چی پاک کردین رفته اون تو. و چیزی از بین نرفته. از آن لحظه احساس کردم عاشق سطل آشغال ویندوز شدم. چون واقعا شکلش زیبا بود و بوی خوبی میداد. ماری شیمل گفت پدر من تصمیم گرفتم با کامپیوتر کار نکنم. استاد جنگل شناسی اون یه پروژه اختیاری داده. گفته یه حیوان تربیت کنین که از توی جنگل یا حتی پارک آشغال جمع کنه. 15 نمره بهمون میده. میخوام برم به ایرمیا کلاغ بگیرم پرورش بدیم برای این کار. گفتم کی؟ من کنکور دارم. تازه فقط سگ و گربه دیدم. کلاغ؟ پدر چیزی نگفت. مادر گفت آره اصلا نمیخواد تعمیرش کنی. بذار این بچه کنکورشو بده. بعد فرصت هست برای هر کاری. خدا خواست که این وقتی کامپیوتر از کار افتاد. من گفتم مادر جان این چیزی نبود. همه چیزش توی سطل آشغال بود. الان اومد بیرون درست شد. پدر گفت باشه. کامپیوتر رو نمیبرم تعمیر ولی جمعش میکنم. همین که نباشه مفیدتره. همون موقع تلفن زنگ زد. عمه بود. گفته بود تا اگر کسی کاری ندارد و اگر امکانش هست پسرش بیاید تحقیق مدرسه‌اش را 1 نیم ساعتی آنجا انجام بدهد چون خیلی حیاتی است.